سال 807 میلادی به قصر کرل کبیر شاه امپرای روم از طرف خلیفه مسلمانان هارون الرشید ساعت آبی هدیه گردید. ساعت از مس ساخته شده، بلندی آن 4 متر بود و آن به واسطه آب حرکت میکرد. هنگام پر شدن یک ساعت مطابق به رقم آن ساعت یک عده کوره های معدنی پی در پی می افتیدند و صدای آن تمام قصر را فرا می گرفت. این ساعت چنان ساخته شده بود که 12 دریچه داشت و هر یکی آن به درون گشاده می شد. از آن سرباز برآمده در گرد ساعت چرخ می زد و از جای برآمده بود باز می درآمد. وقتی ساعت 12 می شد 12 سرباز یک باره می برآمدند و گرد ساعت چرخ می زدند و باز به جایی که از آن برآمده بودند می درآمدند و از پس آنها دریچه ها پوشیده می شد. این ساعت شاه کرل کبیر و درباریان او را به حیرت آورده بود. راهبان گمان کردند که درون ساعت جن سکونت دارد. از این رو شبانه با خود تبرها آوردند و آن را شکسته پاره پاره کردند، ولی بعد شکستن درون آن چیزی جز ابزار حساب وقت نیافتند. این قصه که در کتاب‌های تاریخ یاد شده است نمونه یگانه از پیشرفت تمدن اسلامی نیست، بلکه حکایه تمدن عمیق‌تر از این یک قصه است. برای آنکه منظره برایمان پررتر گردد به آن باید بنگریم که نمایندگان غرب نسبت به تمدن اسلامی چی گفته‌اند و به آن چی گونه بها داده‌اند. زیرا وقتی آنها گپ میزنند هیچ شبهه طرفگیری نمیماند، چون که هر چیز با ضد آن شناخته می شود. تقریبا 1.5 سال پیش اسلام مردمی را که در بیابان پراکنده و پریشان اندرمان با جنگ و خونریزی میزیستند تربیت نموده آنها را به سروران جهان تبدیل داد. اکنون آنها در همه کار سروری را بر عهده داشتند. در این باره مورخ نامور جورج سرتون چنین میگوید: زمانی بود که در جهان مسلمانان وظیفه های اساسی بشریت را بر عهده داشتند. عصر دهم میلادی بزرگترین فیلسوف فارابی، بزرگترین ریاضیدان ابراهیم ابن سینان، بزرگترین جغرافیدان مسعودی، بزرگترین مورخ ابن جریر طبری بودند که همه‌شان مسلمانند. تاریخ انسانیت نامهای دانشمندان مسلمان و نقش آنان را در بنیاد تمدن عمومی بشری به حرفهای زرین نوشته است. مسلمانان حقیقت را که آن زمان همیشه در پیش چشمانشان بود خوب درک کرده بودند. آنها به خوبی می‌دانستند که قرآن برایشان عزت را بدون شایسته بودن به آن وعده نکرده است و قانون‌های الهی که هیچ تغییر و تبدیل نمی‌یابد بر آن حکم نموده که چیز نکاریده حاصل داشته نمی‌شود. مسلمانان یقین می‌دانستند که تنها در صورت به تأیید و دستگیری خدا شایسته می‌شوند که اگر به اسباب آن چنگ بزنند. آن زمان که مسلمانان به قله تمدن جهانی رسیده بودند قرآن محور تمدن آنان را تشکیل می‌کرد. من بعد هر قدری که از این محور دور شدند به همان اندازه از جهان دور شدند و نوری درخششان خاموش شدن گرفت. حقیقت این بود: مسلمانان به دنیا چون غایه بزرگترینی که برای آن وجود دارند نمی‌نگریستند. در این باره مفکر افسیرگی لیوپولد فویسکی بعد مسلمان شدن به خود نام محمد اسد را گرفته بود چنین میگوید: اسلام به جهان از دیدگاه سیاه نمی‌نگرد، بلکه به ما تعلیم می‌کند که در بها دادن به حیات زمینی اسراف نکنیم، ارزش آن را بالا نبریم، چنانچه در تمدن معاصر غربی چنین است. مسلمانان به سوی نهضت خویش به یک پایبندی مستحکم با عقیده خویش پیش می‌رفتند که این چیز از نظر محققان غربی پنهان نمانده است. مورخ بریتانی هربرت ویلز مؤلف کتاب تاریخ فشرده انسانیت در این باره چنین میگوید: مهمترین عنصر قوه اسلام چون دین الهام بخش همان توحید است که مراسا را قبول ندارد و ایمان زنده و ساده به آن که همه انسانیت زیر تصرف و ربوبیت الهی قرار دارد. این توحید و ایمان از هر گونه تعقیدات و مبهمات لاهوتی عاری میباشد. سرتون به این نکته تاکید نموده چنین گفته است: ما هرگز به فهمیش درست عائد به علم و تمدن اسلامی رسیده نمیتوانیم اگر به خوبی درک نکنیم که آن چگونه در گرد قرآن تمرکز نموده است. بلکه سرتون عمیق‌تر از این رفته است. به اندیشه او مسلمان‌ها پایدیوار مدنیت اروپا به شمار می‌روند. او میگوید پیش از این عصر پذیرفتن چنین یک اندیشه امر محال بود که گهواره مدنیت غربی در ساحل‌های دریای نیل و فرات واقع شده است. اما این حقیقت امروز خیلی واضح و روشن شده و ما بدون یگان تردد با جزم تام گفته می‌توانیم که علم غربی در آن سرزمین‌ها به دنیا آمده است. بیشتر از این شاید شما را آن چیز به شگفت آورد که کارهای علمی در معروفترین دانشگاه‌های اروپا در عصر 18 با بسم الله که به زبان اصل عربی نوشته شده است آغاز می‌شدند. پیشرفت و ارزشات انسانی وقتی آن خلبانی که بمب اتمی را بالای هیروشیما پرتافتن می‌برد در سر جز از ادای وظیفه چه اندیشه داشت؟ این بمب در نظر صاحبانش غیر از افاده پیشرفت و دستاورد علمی دیگر چیزی نبود. اما در سطح اخلاقی چی؟ از این برای ما معلوم می‌شود که وقتی یک تمدن
اخلاق رو صرف نظر میکند چی میشود؟ آیا وقتی یک پیشرفت با راه دست کشیدن از اخلاق تحقق مییابد دستاورد به شمار میرود؟ آیا وقتی منظور از آن تنها منفعت و لذت میشود پیشرفت محسوب مییابد؟ هنگامی که علم از ایمان و اخلاق دور شود باید منتظری لعنت شد، همان گونه که در هیروشیما و ناگازاکی رخ داده بود. شاید در عصر گذشته انسانیت به مهتاب رسید ولی نتوانست که به درد بینوایان و افتادگان در اکناف جهان رسیدگی کند، نتوانست که به ترسیدگان و پریشان حالان آرامی و آسودگی فراهم بیاورد، نتوانست که پیش راه جنایتکاران و ظالمان را بگیرد. مسلمانان به خوبی میدانستند که اگر علم مادی از اخلاق و ارزشات جدا شود چه خواهد شد، بنابراین از این کار همیشه برحذر بودند. نمیگذاشتند که شهوات انسانی این قوه مادی را زیر تصرف خود درآورد تا جهان را به فساد دچار نماید، زیرا ارزش انسان حقیقی وابسته به همان اخلاق و غایه‌های والایی میباشد که او دارد. همین حقیقت بود که شخصیت چون رین گنان شیفته اسلام شده به هدایت راه یابد. او میگوید اون حاجتی که غرب به شرق و روحانیت آن دارد از اون حاجتی که شرق به غرب دارد کم نیست، زیرا اخلاق وقتی از بین میرود علم به گرگ مبدل میشود که رمه را پاره پاره میکند. درباره آن اخلاقی که تجربه اسلامی به انسانیت پیشکش نموده است عالم جامعه شناس فرانسوی رابرت بریفال چنین گفته است: یگان جنبه از جنبه‌های پیشرفت اروپا نیست که تمدن اسلامی به آن نقش مؤثر خود را نگذاشته باشد. علم‌های طبیعی که فضل بنیاد آن بر مسلمانان برمیگردد یگانه چیزی نبود که به اروپا حیات بخشید، بلکه تمام تمدن اسلامی به حیات و فعالیت اروپا تأثیر بزرگ و گوناگون دارد. به اندیشه مورخ سوئیسری ریچارد ترنس مسیحیت در اروپا برعکس این کار را کرده بود. او میگوید مسیحیت طول 2000 سال برای تمدن غربی نه تنها چون عامل اساسی معنوی شده نتوانید بلکه به آن پیشرفت علمی و فلسفی که دوران نهضت و احیا پدید آمده بود تأثیر منفی داشت. حالا هم جهان بینی مسیحی به روحیه فرهنگ غربی اگرچه نهان است تأثیر خود را از آن نداده است. این چیز را حتی در اشدترین گیرودارهای دنیویت مشاهده کردن ممکن است. امید به آینده نیک. شریعت اسلامی با تمام آن غیرت و جوش در نهاد خود دارد به هیچ وجه سبب عقب‌مانی مسلمانان نبود، بلکه برعکس این همه ندانستن شریعت یکی از آن سبب‌هایی بود که امت را به عقب ماندگی آورده است. گوستاف لوپون در کتاب مشهور خود پیرامون تمدن اسلامی به چنین خلاصه آمده است. او می‌نویسد: دانشگاه‌های غرب طول 5 عصر منبع جز تألیفات مسلمان‌ها نداشتند، بنابراین مسلمانان در این مدت اروپا را از جهت عقلانی و اخلاقی تامین می‌کردند. تاریخ قوم را نمی‌داند که به اندازه مسلمانان دستاورد داشته باشند. وقتی به تعلیمات شریعت اسلامی می‌نگریم می‌بینیم که تعلیماتی که به اندوختن و از خود کردن علم و دانش دعوت می‌کند بیشمارند. دانشمندان مسلمان به خوبی درک نموده بودند که اصول سازندگی از جمله فرض‌های کفایه به شمار رفته باید مسلمانان وسیله‌های رسیدن به آن را به دست بیارند تا در این مجال دستنیگر و محتاج به دیگران نباشند. جاناتان لایونز در کتاب خود چگونه مسلمان‌ها به تمدن غرب اساس گذاشتند به این نکته تاکید نموده چنین می‌نویسد: بیت الحکمه که در بغداد بود برای آموختن علوم انسانی، طبیعی، ریاضی، فلک، طب، کیمیا، حیوانشناسی، جغرافیا مرکز به شمار می‌رفت که مثیلش در جهان نبود. با استفاده از این متن‌های فارسی و هندی و یونانی که تا اون زمان رسیده بودند این دانشمندان توانستند بزرگترین دانشنامه علم و معارف در جهان را جمع نمایند و به وسیله انکشافات خاصه خود آن را تکمیل بخشند. مسلمانان طول تاریخ از این حقیقت خوب آگاهی داشتند و می‌دانستند وسیله یگانه آشنا شدن با طبیعت و دست یافتن به نهانی‌های آن آموختن و تلاش کردن است و بس. اروپاییان نیز وقتی درباره این تمدن جاوید سخن می‌کنند به این حقیقت تاکید می‌نمایند، ولی باید اقرار شد که راه یگانه برگشت به چنین شأن و شکوه و استفاده از آن آثار مددگار اجدادی این بار دیگر بیدار شدن و به خود آمدن است. این عیناً همان راه است که شریعت اسلامی ما را به آن دعوت نموده است. حالا هم جهانبینی مسیحی به روحیه فرهنگ غربی اگرچه نهان است تأثیر خود را از دست نداده است.